ایلان ماسک دوست نداره تنها باشه. از تنها موندن تو خونه‌های بزرگ هم متنفره، چون به نظر اون از راهروهای خونه صدای پا میاد و این بسیار ترسناکه. به گفته همسرش هرگز جواب نه رو قبول نمیکنه. نباید با اون مخالفت کنی. باید بر اساس برنامه ایلان زندگی کنی، چون مشغله کاری زیادی داره. باید با کارت اعتباری اون پول خرج کنی. در مورد چیزهای خاص هم نمیشه باهاش صحبت کرد. مثلا مرگ فرزندش که در 10 ماهگی به علت سندروم مرگ ناگهانی درگذشته بود. قرار ملاقات معمولی انجام نمیده. اون برای روابط طولانی مدت برنامه‌ریزی میکنه. به گفته خودش در توییتر اون 10 گیم دشوار رو بازی کرده. روی فرزنداش خیلی حساس و باید با اونها رفتار خوبی داشته باشن. ایلان ماسک در حال حاضر دومین فرد ثروتمند جهانه. یکی از بزرگترین و مرموزترین کارآفرینان جهان و برترین نوآور دنیا. متولد آفریقای جنوبی، یک مولتی میلیاردر آمریکایی کانادایی که هیچ وقت مثل یک میلیاردر زندگی نکرده. بیشتر اوقاتش رو در یک خانه تاشو و پیش ساخته شده به مساحت 40 متر میگذرونه. تو مسافرتاش هیچ وقت به هتل یا خانه اجاره‌ای نمیره. اغلب شب رو نزد یکی از دوستانش میگذرونه. اون احساساتش رو هیچ وقت بروز نمیده. 100 ساعت نفسگیر در هفته کار میکنه. بسیار فعال و منظم و سخت کوشه. ساعت 2 بعد از نیم شب میخوابه و هر روز ساعت 8 صبح بیدار میشه. صبحونه نمیخوره. روزشو با یه فنجون قهوه و دوش گرفتن شروع میکنه. اوقات هر روزش برنامه ریزی شده. جلسات بدون بازدهی رو هم ترک میکنه. تصمیمات استراتژیکی و عملی میگیره. علاقه زیادی به فضا و کهکشان داره. شخصیتی سیری ناپذیر که سقف خواسته هایش از زمین به ماه و رویای فتح مریخ هم گذشته است. ایلان ماسک به ناهارهای 5 دقیقه‌ای معروفه. گاهی 16 ساعت در روز هیچ غذای جامدی نمیخوره. به گفته خودش غذا خوردن وقت گیره. ایلان ماسک به عنوان مرموزترین شخصیت عصر جدید شناخته می شود. قدرتی از میلیاردها دلار پول و تصمیمات هوشمندانه. همراهان فرهیخته کانال تفکر بزرگان، سلام، من امیر حسینم. ما در ادامه به زندگی نامه شخصی و مطالب مرموز و همچنین نوع تفکر و رازهای موفقیت ایلان ماسک، شخصیت مرموز عصر جدید، خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و اگه دوست داشتید برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید. تفکر بزرگان. 28 ژوئن 1971 پورتوریا، آفریقای جنوبی. پدر ایلان ماسک، مادر می ماسک، مدل کانادایی انگلیسی و متخصص رژیم غذایی. پدر خلبان و مهندس حرفه‌ای بود. بساز و بفروش می‌کرد و تاجر طلا و معدن زمرد در آفریقای جنوبی داشت. یک خواهر به نام توسکا و برادر کوچکتر به نام کیمبال. 10 ساله بود که پدر و مادرش از هم جدا شدند. پدرش وحشتناکترین فردی بود که ایلان میشناخت. به ایلان میگفت تو یک کند ذهنی، به درد نخور هستی. ماسک فردی گوشه‌گیر بود. 12 ساعت در روز کتاب‌های علمی می‌خواند. اون کم کم شروع به یادگیری برنامه‌ریزی کامپیوتر میکنه. تو 12 سالگی یه بازی کامپیوتری طراحی میکنه و به قیمت $500 به فروش میرسونه. تا 19 سالگی نزد پدرش در آفریقای جنوبی زندگی میکرد. بعد باید به سربازی میرفت. تو اون زمان در آفریقای جنوبی سربازی اجباری بود و درگیر جنگ داخلی شده بود. ایلان به دنبال راهی بود که به سربازی نره. مادرش به اون کمک کرد که از آفریقا به کانادا بره و شهروند کانادایی بشه.
مادر ایلان ماسک وضع مالی خوبی نداشت. اونا مجبور بودن تو مزرعه اقوامشون کار کنن تا جایی برای گذران زندگی داشته باشن. در سال 1990 ایلان ماسک به دانشگاه پنسیلوانیا به تحصیل فیزیک و اقتصاد پرداخت. اون زندگیش رو معطوف به 3 گزینه اینترنت، انرژی پاک و فضا و کهکشان‌ها کرده بود. در سال 1995 به کمک برادرش کیمبال شرکت نرم افزاری راهنمایی سفر آنلاین زیپ 2 رو تأسیس کرد. برای این کار پدرشون $28,000 به پسران برای پیشرفت زیپ 2 کمک کرد و اونا تونستن تو سال 1999 به مبلغ $307 میلیون این شرکت رو به فروش برسونن. ایلان ماسک در سال 2002 شرکت پیپل را به مبلغ $1.5 میلیارد، بعد از اون شرکت خدمات پرواز فضایی اسپیس ایکس را و سپس در سال 2004 شرکت تولید کننده وسایل نقلیه الکترونیکی تسلا موتورز رو تأسیس کرد. بسیار فعال بود. تنها 6 ساعت روزی میخوابید. بعد از مدتی شخصی که اصالت ایرانی داشت به نام پیر امیدیار شرکت پیپل را به قیمت $1.30 میلیون از اون خرید. تعداد شرکت هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با اون همکاری میکردن بسیار زیاد بود. ایلان ماسک یک ایده جدید به نام هایپرلوپ داشت. طرحی مفهومی و انقلابی. افراد سوار کپسول‌های مخصوص می‌شوند و با سرعت باور نکردنی بین نقاط جغرافیایی مختلف جابجا می‌شوند. سرعت این کپسول 960 تا 1220 کیلومتر به ساعت میرسه. این وسیله در آینده نزدیک میتونه جایگزین هواپیما و قطارهای سریع السیر بشه. این کپسول‌ها میتونن در طی 1 ساعت از تهران به بندر عباس برسن. هرچند این ایده فعلا در دست اجرا هست و نهایی نشده. ایلان ماسک علاقه زیادی به فضا و کهکشان ها داره. در اون زمان برای پروژه های فضایی با ناسا همکاری کرد، اما ناسا یک نقطه ضعف داشت. پروژه هاش قیمت بالایی داشتن. ایلان ماسک به سمت روسیه رفت تا بتونه با هزینه کمتری پروژه های فضایی رو اجرا کنه. اون تونست بسیاری از امکانات رو از سازمان‌های فضایی روسیه خریداری و به آمریکا بازگردونه و با آنها محصولات جدیدی تولید کنه. محصولی به نام فالکون 1. به قدری اقدامات اسپیس ایکس خوب بود که ناسا پای مذاکره نشست. همین اقدامات و تفکرات ایلان ماسک سالانه $1 میلیارد برای دولت امریکا سود داره. سپس اون به همراه 3 مهندس شرکت تسلا رو تأسیس و موتورهای الکترونیکی رو تولید کردند که به محیط زیست آسیب نرسونه. یک تجربه متفاوت. در سال 2007 خط تولید تسلا راه اندازی شد و اولین خودروها شروع به تولید شدند. در سال 2012 هفته‌ای 500 دستگاه به فروش رفت. ایلان با سود این شرکت سولار سیتی رو خرید. هدف از خرید این شرکت استفاده از انرژی خورشیدی برای تولیدات صنعتی بود. به قدر این پروژه موفق و مثبت بود که ارتش آمریکا با شرکت سولار قرارداد امضا کرد. ایلان ماسک بخش بیشتر ثروتش رو مدیون بیت کوین، دوج کوین و ارزهای دیجیتالیه. خیلی ها سازنده اصلی بیت کوین رو جناب ایلان ماسک که با نام ساتوشی ناکاموتو هویت خودش رو پنهان کرده میدونن. تا سپتامبر 2023 ثروت ایلان ماسک $226 میلیارد بوده. رفقا، حالا وقتشه که بریم سراغ شیطنت‌های ایلان ماسک. با ما همراه باشید. در ضمن تا اینجای ویدیو که ما رو همراه کردید، برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید. ایلان ماسک شرکای عاطفی زیادی داشته. جمعاً 10 تا فرزند داره. بزرگوار بیکار ننشسته. سال 2000 با جاستین ویلسون یک نویسنده کانادایی ازدواج کرد. در سال بعد صاحب فرزندی به نام نوادا شد. اما او در 10 ماهگی به علت سندروم مرگ ناگهانی درگذشت.
آنها در سال 2004 صاحب 2 قلوهایی به نام گریفن و خاویت شدند. در سال 2006 صاحب 3 قلوهایی به نام کای، ساکسون و دامیان شدند و در سال 2008 ایلان و جاستین جدا شدند. ایلان جاستین را تحت فشار قرار می‌داده که موهایش را طلایی کند. در سال 2010 با تلولا رایلی، یک بازیگر انگلیسی، ازدواج کرد و 2 فرزند به نام‌های کایمان و کاشا دارند و در سال 2016 از رایلی هم جدا شد. و با امبر هرد وارد رابطه شد و پس از 1 سال به دلیل برنامه‌های زمانی پرمشغله‌شون از هم جدا شدند. بنده خدا جانی دپ هم از این موضوع بی بهره نموند. در سال 2018 با گرایمز ازدواج کرد. اولین فرزندشان به نام XIA در 2022 بچه دومشون دختری به نام اکسا دارک یا به اختصار وای توسط رحم اجاره‌ای به دنیا آمد. ولی خب از گرایمز هم جدا شد و بعد با ناتاشا بازیگر مشهور وارد رابطه شد. به گفته همسراش کسی با ایلان ماسک وارد رابطه بشه به شدت زیر ذره‌بین قرار میگیره و به گفته گرایمز ایلان هرگز مثل میلیاردرها زندگی نکرد. اون مجبور بوده 8 روز پشت سر هم کره بادوم زمینی بخوره. ایلان ماسک زمانی که به برلین سفر میکنه به کلاب‌های شبانه میره و ساعتها اونجا میرقصه. خب حالا بهتره بریم سراغ بخش شیرین ماجرا، یعنی ثروت ایلان ماسک. اون دومین مرد ثروتمند جهانه. حدود 2000 بادیگارد غول پیکر داره که 500 میلیارد تومان سالانه خرج حفاظت خودش میکنه. جدای از این هم یک گروه بادیگارد حرفه‌ای داره که مواظب بادیگاردهای دیگه هستن که نکنه خطایی هم از اونها سر بزنه. ایلان بچه‌هاش رو به مدرسه خصوصی خودش میبره که کلاً 30 نفر دانش آموز داره. تمامی درس‌های این مدرسه عملی و آموزشی هستن. یک جت خصوصی به ارزش 70 میلیون دلار داره که کارآمدترین وسیله ماسکه. برای رفتن به شرق تگزاس به کارخانه ماشین سازی خودش از اون استفاده میکنه. اولین خونه خودش رو در بیل ایر به قیمت 29 میلیون دلار فروخت. عمارتی با مساحت تقریباً 15000 متر مربع، دارای استخر و کتابخونه، زمین تنیس، اسپا، سالن بدنسازی، انبار شراب با 1000 بطری، باغ میوه و گاراژ با 5 ماشین لوکس که این خونه رو به میلیاردر چینی به نام ویلیام دینگ بنیانگذار و مدیرعامل شرکت نت ایز فروخت. خانه بعدی با مساحت 2500 متر مربع است که بعداً به مدرسه خصوصی برای فرزندانش تبدیل شد. خانه بعدی هم 47 هکتار مساحت داشت، یعنی 470,000 متر، به قیمت 30 میلیون دلار فروخته شد. اون با فروش خونه‌هاش سود زیادی رو به دست آورد و خونه‌ای که در حال حاضر در اون زندگی میکنه با مساحت حدود 25,000 متر مربع است. قابلیت کنترل هوشمند دما، نورپردازی، گیت ورودی، موسیقی و هوشمندسازی سیستم امنیتی، سیستم تهویه مثل فیلتراسیون هوا و مجهز به سیستم تصفیه آب است. یک پایگاه زیرزمینی برای ایمنی در برابر زلزله و شعله‌ور شدن خانه. این خونه در منطقه مدینه واشنگتن هست. استخرهای داخلی و خارجی، استودیوی بزرگ، میدون تنیس و غیره. ایلان ماسک علاقه‌مند به ورزش تنیس، اسکیتبورد، فوتبال و بوکسه. از دیدن فیلم و خواندن کتاب هم لذت میبره. ایلان اغلب روزهای زندگیشو با واقعیت تلخ میگذرونه. اون از بیخوابی رنج میبره. ایلان ماسک با مصرف زولپیدون میتونه روزانه 6 ساعت مفید بخوابه. در دوران کودکی با مشکلاتی نظیر آسم و اختلالات روانی مواجه شده بود. علاقه به فضا از کودکی باعث شده که رویای رسیدن به ستارگان رو در سر بپردازه.
In fact, I couldn't afford a place to stay and an office. So ایلان ماسک فعالیت بیش از اندازه در توییتر دارد. هرچه در ذهن دارد را به زبان می آورد تا که اوضاع از کنترل خارج شود. او یک پدر بی‌نظیر و دوست داشتنی است و به امید آن است که روزی مریخ را به تصرف خود در بیاورد. او به آینده علاقه‌مند است و آینده را جابجا خواهد کرد. And Tesla from the beginning a probability of less than 10% of likely. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody.